مدینه توشماتова волидани яке аз хонандаҳои мактаби шаҳри Хуҷанд аст. ӯ барои харидани либоси мактабӣ барои фарзандаш ба сехи дӯзандагӣ омад. ӯ мегӯяд ки соли хониши нав наздик омадааст. аз ин рӯ тасмим гирифтааст ки лавозимот ва либоси мактабиро харидорӣ намояд. Тошматова Мадина иброз намуд ки акнун барои харидани либоси мактабӣ шароит фароҳам аст. инчунин арзиши он низ на он қадар гарон мебошад. من امروز با همراهی فرزندم به ارتل علیمخانی خوجندی آمدم. دیدیم مالها دارای به طلبات جوابگوی صفتی دختشان خوب خیلی باز برای کمبیزاتا مثلا 50% ارزان کردن. من به دخترم رزمیت گرفتن چینش گرفتیم با من معقول گران رفتاسیم. ما تشکری به خدا رو بیان میکنیم که چنین میخوای ارتل های امروز مثلا بنا کردن برای والدین ها مثلا کاراشون آسان کردن که ما امروز آمده خریداری کرده طلبات خودمون های قانع کرده برفتاسیم. برای سال تحصیلی 2020-2021 دخترانی 841,000 عدد لباس مکتبی از جانب ریاست و شعبه‌های معارفی ولایت به نقشه گرفته شده است. کمیته پدر و مادران مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت با کارخانه و سیخ‌های دوزندگی وطنی برای دخترانی 817,000 عدد لباس مکتبی شرطنامه بستند که 97.2% نقشه پیشنهاد گردیده را تشکیل می‌دهد. تا سنه 2 ایول سال روان در ولایت 57,699 عدد لباس مکتبی دوخته شده است. انتخاب پدر و مادر آزاد است. شرطنامه مؤسسه تعلیمی نمی‌بندند. شرطنامه پدر و مادر رو می‌بندند. کمیته پدر و مادر رو می‌بردند. خودشون نظارت می‌کنند. صفت لباس، صفت متاع، همشون آزاد. همچون یارمارک می‌برد سیخ‌های دوزندگی مؤسسه تعلیمی و پدر و مادر فرزندشون را دستگاه کرده گرام آورده پوشانده زیبانده فسان کرده خوشی کرده معقول دارم کرده پولش داده گرام رفتن. اینجا مؤسسه تعلیمی علاقه‌مندی ندارد. یکی از سیخ‌هایی که با دوختن لباس‌های مکتبی مشغول است این سیخ دوزندگی علیمخانی خوجندی میباشد. سیخ مذکور با 8 کمیته پدر و مادران مکتب‌های شهر خوجند همکاری را به راه مانده است. این سیخ در عموم باید 17,000 دانه لباس را برای سال خوانشی 2021-2022 آماده کند، اما تا امروز تنها 12,000 دانه لباس‌های مکتبی آماده کردند. در یک روز در سیخ دوزندگی علیمخانی خوجندی 200 دانه لباس‌های مکتبی دوخته میشوند. ارزش لباس مکتبی از 180 تا 250 سومانی را در بر میگیرد. کارخانه دوزندگی علیمخانی خوجندی اقتداری برآورش لباس‌های مکتبی تا 25,000 دانه را در بر میگیرد و در یک روز تا 200 عدد فرم مکتبی را دوزندگان میدوزند. و این حال کارخانه با مکتب‌های شهری مانند گیمنازی 1 مکتب 5 مکتب‌های 19 شرطنامه دارد. نسبت به سالهای گذشته تعداد خریداران و طلبات به لباس مکتبی زیاد گردیده است. اینچنین به شخصانی اسم کل لباس مکتبی رایگان داده می شود. به شخصانی نیم اسم باشد تنها با گرفتن 50% مبلغ لباس‌های یگانه مکتبی داده می شود. گزارش مهرانگیز عبداحد و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.